طبق اطلاع ترکمن نیوز، گروه تشبسکاری شهروندان ترکمنستان در شهر اشخاباد و دیگر شهرها ورقه‌ها و پلاکت‌های ضد حکومتی را پهن کرده ایستادند. فعالان عکس‌های پرزیدنت قربانگولی بردی محمدوف را با نوشتجات گمبال آگورو یعنی گمشو دوزد را در نقلیات جمعیتی در درآمدگاه بیناهای استقامتی و در حولی‌های میکرورایون‌ها گذاشته ایستادند. Нескольких месяцев нынешнее правительство отрицает существование коронавируса в стране. یکی از فعالان گفت که پس از اعتراضها در کشورهای مختلف جهان، شهروندان داخلی ترکمنستان نیز ناراضگی خود را اظهار نمودند. Где мы вот спим, вот наша постель. مردم در اشخاباد نیز آزاد بودن خود را حس کردند. ترس دیگر نیست. کاسه صبر لبریز شده است. مردم درباره مشکلات صدا بلند کردند و با منصبداران سطح‌های گوناگون طلبات معاشرت با اهالی بیشتر نمایان می‌گردد، می‌گوید فعال. در عین زمان فعالان درک می‌کنند که اگر شخصیت آنها معین گردد، آنها به جزای سخت گرفتار خواهند شد. Türkmenistan prezidenti Leon Gurliyan'ın